سلام بچه ها، چطورین؟ من زهرا هستم. اگر در این چنل هستید باید بدونید که هدفمون فقط و فقط تشکیل یک کامیونیتی سلامته. یعنی چی؟ نه اینکه همه چی رو منع کنیم، نه. بازم میگم، من همیشه گفتم عشق و حال زیادش خوبه، ولی باید بدونیم چجوری زندگی کنیم از نظر فیزیکی و از نظر ذهنی. پس من اینجام تا با شما تجربیاتمو به اشتراک بذارم و اینکه ببینیم اصلا با خودمون تو زندگی چندیم. حالا این زندگی تو سلامتی بخشای مختلفی داره ها. مثلا اینکه یه بخشش اینه که ورزش کنیم، یه بخشش اینه که تغذیه خوبی داشته باشیم، یه بخشش اینه که به روتین پوستیمون برسیم، یه بخشش اینه که دوستای خوبی داشته باشیم، یه بخشش اینه که حواسمون به ذهنمون باشه و فکرایی که ازش میگذره. پس در کل ما میخوایم یه پکیج داشته باشیم که حداقل بتونیم 70-80% یه ورژن بهتری از خودمون ارائه بدیم. البته خود من 100 با کمالگرایی مخالفم. اصلا فکر میکنم که یه جاهای من از اول کمالگرا هم نبودم. آخه یه چیزی راجع به من وجود داره. من هر کاری خواستم انجام بدم همون موقع شروع کردم. شاید باور نکنین، من این کانال یوتیوب رو در عرض 1 ماه، یعنی یک ماه یه چیزی تو فکرم بود که میگفت یه کانال یوتیوب بزن، به همین سادگی، و من زدم و من دوربین رو گذاشتم و شروع کردم حرف زدن. کلا البته چون من بالاخره معلم بودم، حرف زدن خیلی واسم کار سختی نیست. یعنی شاید این ویدیوهایی هم که درست میکنم مثلا کات آنچنانی هم نخوره و این دومین ویدیویه که من دارم ضبط میکنم و حرف زدنم خیلی راحته و دقیقا من همین چیزی هستم که شما دارین میبینین. حالا نمیدونم چیز خوبیه یا چیز بدیه، ولی من همینم. خب بحثی که امروز داریم یه چیز خیلی مهمه، خیلی 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 مهمه. ببینید، بذارید که با مثال براتون شروع کنم. بالاخره من یه فاز معلمی در درونم هست دیگه، همه چی با مثال میگم. آقا خانوم، شما اگه بهترین ماشین دنیا زیر پات باشه، آقا اصلا لامبورگینی داری، اصلا رولز رویس داری، تو کامیونیتی رولز رویزی، بعد همه چیت هم تکمیل، ماشین تو داری، اصلا 3 مدل ماشین داری، 4 مدل ماشین داری، هم خوب لول بالا. یه سوال دارم، اگه اون ماشین سوخت نداشته باشه، یعنی اون ماشین بنزین بهش نزنی، به برق نزنی، چه میدونم اگه دیزل باشه دیزل بهش نزنی، اگه هیبرید باشه اون موتورش اون برق رو تامین نکنه، اون ماشین اصلا راه میره؟ یعنی تو میتونی از اون ماشین یه استفاده مناسب داشته باشی؟ به خدا که نه. یعنی نمیتونی از اون ماشین استفاده کنی. پس بدن ما هم همینه. شما اگر، ببین یه چیز راحت بگم، شما اگر زیباترین بدن رو داشته باشی، ببین به نظر من تا 25 سالگی بدن در پرفکت ترین حالت خودشه، حتی اگه ورزش نکنی. یعنی تا 25 سالگی یه دختر یا یه پسر توی اوج سکسی بودن و جذاب بودن خودشه. مثلا به سال قبل زندگیش هم کلا کاری ندارم که چجوری زندگی کرده، فقط بگم آقا تا 25 سالگی دیگه سکسیه، همه مدله. خب اصلا کاری ندارم چاق، لاغر، هر جوری هست، قیافش چه شکلیه که به خودش برسه، قطعا همه ما خوشگلیم، اصلا ما آدم زشت نداریم. پس تا 25 سالگی همه اوکی هم. به بعد اون کم کم بدن میره رو به افول.
حالا نه که یه دفعه 26 سالگی بشی آخ اصلا دیگه این آدمش نیست و این خوب نیست، نه، ذره ذره اتفاق میفته، کم 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 کم. من اصلا حرفای قلمبه سلمبم نمیزنم که بگم سالی 250 گرم عضله از شما کم میشه، نه، اصلا به این چیزا هم کاری ندارم. بعدا رفته رفته میره رو به افول. پس خیلی مهمه که چه سوختی وارد بدنت کردی. حالا اگه اون سوخته از 18-19 سالگی که شما دیگه بلوغ تموم شده، همه اون دوران گذروندی و وارد دوران بزرگسالی شدی، ما میگیم 20 سالگی، در 20 سالگی وارد دوران بزرگسالی شدی، اگه اون سوختی که به بدنت رسیده باشه مناسب و خوب باشه، دونه هایی که کاشتی درسته، کاشتی خوبم برداشت میکنی. ولی اگه غلط باشه هر سال باید دونه های بیشتری بکاری تا اونا رو جبران کنی. پس این کاملا واضح شد. ما سوختی که به بدنمون میرسونیم خیلی مهمه. یعنی این سوخته خیلی مهمه. یک، غذای درست. حالا راجع به این چیزا بعداً حرف میزنم. باش فعلا تو ویدیو که بهت بگم اصلا امروز هدفم از گرفتن این ویدیو چی بوده. خیلی مهمه. من امروز نیومدم اینجا بهت بگم چی بخور چی نخور، صبح باید انقدر پروتئین توی غذات باشه، شب باید فیبر تو غذات باشه، نه. من امروز فقط اومدم یه چیزی بهت بگم، اینو تتو کنی، تتو کن اینجا. شاید هم یادش تتو کنی اینجا که مثلا اینجا که طرف مقابلت هم ببینه. ببین اون چیزی که میخوام بگم اینه، حذف قند. دقت کن یه بار دیگه میگم، حذف قند. آقا قند رو باید حذف کنی از زندگیت. هیچ راهی نداره. حذف قند خیلی مهمه، حذفش کن. حالا الان یه عده میگن که حذف قند، مغز از قند ساده استفاده میکنه که بتونه فعالیت کنه. داداش تو راست میگی، ولی شما مطمئن باش اون قندی که در طول روز نیاز به کارکرد مغز باشه شما دریافت میکنی، چون ما خیلی قند میخوریم. آقا حذف قند کن، قند ساده، حتی قندی که داخل میوه است، اون فروکتوزی که میزنی شبا مثلا احساس میکنی که من 1 کیلو میوه خوردم، چه تغذیه سالمی داشتم. خیر آقا، همون قند میوه مشکل داره. 1 واحد تو روز میوه بخور، 2 واحد میوه بخور برای زندگی بهتر. و من روی صحبتم اصلا با ورزشکارای حرفه‌ای و مسابقاتی و اینا نیستا. ما اینجا میخوایم زندگی سالم داشته باشیم، یه روتین سلامت. پس باید چیکار کنی؟ آقا حذف قند کن. هیچی، اصلا من میرم حذف قند، تمام. نه نه هنوز حرف دارم. ببین حذف قند باید بکنی. نخور شکلات، نخور، کم بخور برا شروع. ناپلونی نزن، شیرینی خامه‌ای نزن، امشب یه تولد فردا یه تولد. حداقل کمش کن. قند دشمن توست. آقا من اینو چجوری واقعا باید چجوری گفت اینو؟ قند دشمن توه. بابا یه هفته قند نخور، ببین اصلا پوستت چی میشه. پوستت یه هفته حذف قند کن، به همین راحتی. بعد میبینی طرف 10 تا روزی خرما میخوره. آخه 10 تا دونه خرما، بعد میگه که خرما بسیار سالم،
صبحها عسل میخورم، بسیار سالم. ظهرها عدس پلو میخورم با کشمش، بسیار سالم. شبا 2 تا کوکی میخورم با یه بلک تی، خیلی سالم. کوکی میزنی با بلک تی، ازم اشتباه حذف قند کن. سخن کوتاه کنم، سابسکرایب کن، لایک کن، حمایت کن. ببین من واقعیت رو درست میکوبونم تو صورتت، اما واقعا قصد و غرضی ندارم. دوست دارم که خوب زندگی کنی، باحال زندگی کنی. دوست دارم این بدنت فرش باشه همیشه، از پایه، از بیخ و بن. آقا نکته 1، حذف کن قند و حذف کن. حذف نمیشه کمش کن. بعد این چیز هست، ماشاءالله دین اسلام یه امر به معروف و نهی از منکر داره که باعث میشه همه سرشون در داخل باسن هم باشه. این یه مورد اگه اجرا کنی اشکالی نداره. یعنی میتونم بهت بگم که از این یه مورد ما دین اسلام رو میذاریم کنار، این امر معروف نهی از منکر راجع به قند ازش میکشیم بیرون. شما این کار رو انجام بده و به دیگران بگو انجام بده و به بقیه بگو حذف کنین قندو. یعنی اگر یه جایی رفتی ظرف شیرینی رو آوردن جلوت، اونو که بر نداشتی، یعنی اومدی برداری ولی بر نداشتی گذاشتی همجا بمونی، گفتی نه ممنون من رژیم هستم، چوسی رژیم اومدی، به بقیه هم بگو که به نظرم شما هم مصرف قندتون رو بیارین پایین یا حذفش کنین، واقعا زندگی سالمتری خواهید داشت. همین. لطفا توضیحات اضافی مبنی بر این که شما کارشناس تغذیه هم هستین به کسی نمیخواد پیشنهاد بدین و انجام بدین. قند و حذف کنین، همینقدر. هر کی هم مشکل داره خودش بره تحقیق کنه، ولی من به شما دارم میگم قند و حذف کنین و تمام. یعنی از این جمله دیگه بعدم اومدن انقدر گفتم. باز هم از شما ممنونم که من حمایت میکنید و اینکه لایکتون نره دوباره. تا ویدیو بعدی، بدرود. نماسته.